السلام علیکم. علیکم السلام. دیر نکردیم انشالله. شما کنید. سلام علیکم. خوبی باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. از شما سوزید شما سلام علیکم. بیان ازتون. خوبی تازه الحمدلله. خیلی بخورم. مهمون عزیز که حضور پیش نده حضرت جون. وقتی ظالمی عقبه یا اسب به معنای اسب به معنای گزیدن میگه پشت دستشو میگزد. برای چی؟ در روز قیامت یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا. ای وای به سر من، لعنت به سر من، هزار لعنت به سر این بدبختی ابی ابن خلف که من یک بارک شرفیاب شیدم. من مقصد بگیم ایمان آوردم، لیکن از دست این ناکسی بدبخت من از این راه انتخاب کردگیم برگشتم. یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای کاش که این بدبخت ما برای خودم دوست نمیگرفتم. لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی و کان شیطان للانسان خذولا. خداوند در همین جا رفیقی بد شیطان کنده. رفیقی بد شیطان است. برای همین برادرای عزیز در انتخاب رفیق بسیار احتیاط کنید. شیخ سعدی یک گپی زیبا داره، میگه آن به که در این زمانه کم گیری دوست انتخاب نکنی. میگه آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوس. آن کس که تو را به جملگی تکیه بروست، چون چشم خیرت باز کنی دشمن توست. همون در همه باوریت در همون خیر همون قوتا میکنه. همون مقصد را در همه فلاکت حلاکت همون آدم میبره که تو در رو تکیه کردگی، تو رو همچون رفیق خواندگی. سیوم نشانه آدم خوشبخت برادر از چی بوده است؟ همنشینی خوب. چهارم نشانه آدم سعادتمند برادر عزیز این همسایه خوب. همسایه خوبم نشانه خدادادی تو. اگر همین چهار چیز برادر در کدام شما که اگر جمع شده باشد داشته باشین، خوش به حالتون که پیامبر میگه که نشانه خوشبختیتون. من در یک خانه موعظتم بچه همین سیاه موعظ نه خانه وی ما کردگی ماشین بیار قیمت دادی به سری مرامت که من معرکه کردم، خانه نو کردم، میدروی حضرت در همجا دعا میکنیم. بعد آمدیم، بعد من همین حدیثه در همجا اگر مردم زیادی بعد بود با کم ترک دیگه زیاد ترک اینجا مختصر مفتیم کم تر شرح توضیح زیاد دادم. نیکی تا آخر این بچه گوش کرد. بعد خیلی اگه بابایوژی انا زیق شیدم این خانه رو در کردم، ماشینی بهترین، مبلغ شرایط دارم، کارم در روسیه خوب باید. ای همین گفتگیات سه تشخص داد، زنی خوب ندارم. زنی خوب که ندارم، من آدم خوشبخت نبودم. نمی قفصان کردم یکی مقصد خانم زینت نداره. خانم زینت نداره. همین ای کردگی مقصد لذت نبودیستم. برای همین برادر عزیز و گرامی این سخن زیبایی پیامبر بود که من به خاطر ثواب و خاطری که خیلی میگه یک
لحظه که نشستن بود است هر ساعت ما غنیمتی هر ساعت غنیمت هیچ کس گرد که نداره که پگه زنده یا مرده قرآن میگه والا تدری نفس و محض تکذیب غدا هیچ کما نمیدونیم پگه مرده این زنده سهری میخید ما چند آدم ها رو خبرگی رفتم بود سهری حضرت میگم بخیزم که هر چیز قطعی اپون کار نمیکنم ایجور دیگه خیزم همون خیلی ایستادگی در جوگه چندین سالم تا خواب کردم الله دانوه هیچ قدر ما نمیدونم بود شایستادی میگن شخصی همه شب بر سری بیمار گیست یک بچه ها کسل بود است رفیقش رفت خبرش گرفت زیب چی بلوی سرش ده گریه کرد گفتی دوستی ما کسل شده کسلش خیلی عوض بینه ای خدا دانوه که یک مقصد جانم میتدارم شخصی همه شب بر سری بیمار گیست چون روز بیامد بیمرد و بیمار بیزیست روز شیر همه مرده که خبرگیر خودش مرد و کسلی زنده یه الله همه ایچو در دست الله بابی عبدالحکیم تشکر زیاد برای شما دیگه بابا باشی خداوند نگهبان تون شد تولیدی شد برکت بدیم همه تون خداوند خیرتون کرد خدا کنه که از این اون لحظه که ما شما از سخن پیغمبری زیبامون صحبت کردیم خداوند توفیق منتظر خداوند عمل کنندمون گردونن مهربون با اخلاص و محبتمون رو به دین خود خواهی همون جا کسی که اون غزل بخونیم